ما برگشتیم. وا دوباره اومدی؟ بله خار. بعد بیشتر 1.5 سال فعالیت و 100 تا ویدیو یا حتی بیشتر چنل ما بسته شد. ممکنه که ما رو تو چنل قبلیمون دیده باشین، ولی این بار برگشتیم قوی‌تر، بهتر و خفن‌تر از قبل. پس خوش اومدید به چنل جدید اسلس 2.0. بازم خوش آمد میگم بهتون، خیلی خوش اومدید چنل جدیدمونه. اگر از سابسکرایبرهای چنل قبلی هستین که هیچی میشناسین من آرشو، منم دانیالم، اینم آرشه. اگر که جدید هستین حتما سابسکرایب بکنین چنل، خیلی چیزای خوبی داریم. چی داریم؟ ببین من یکم سرماخوردم صدام گرفته، اول اینو بگم. ما توی این چنل قراره مثل چنل قبل انترتینمنت، ویدیو گیم، فیلم، سریال، هر چیزی که تو این زمینه باشه رو کاور بکنیم. شاید یه سری ویدیوهای چنل قبلیمون رو دوباره آپلود بکنیم، برای همین شاید یه سری کانتنتی ببینید که از فرق داره تمش یا چیزای دیگه، شاید ادیتی دوباره بزنیم بماند دیگه. ویدیو رو میذاریم بالا، اینتروداکشن چنلمون باشه، هر وقت بیاریم ویدیو رو میتونید ببینید، با ما آشنا بشید. خودمون هم که دوتا جوان آسوپاس بیکار اینجا ویدیو میسازیم که دقیقاً امید روزهای بهتر. تمام تلاش ما اینه که تو تمام این مدت شما رو شاد بکنیم، شما رو سرگرم بکنیم و چنل‌های ماهواره‌ای الان مثلا همین هدف ما اینه که شما رو شاد بکنیم. و خب اگه لایک بکنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، خب ویدیوهای ما براتون ساجست میشه و چون ما به همه چی علاقه داریم و درباره همه چیز قراره صحبت بکنیم، برای همه چیزا میدونیم و دقیقاً یه انگشتی تو سوراخی ما میکنیم، اینه که حتما یه ویدیویی هست که بهش علاقه داشته باشید و خوشتون بیاد. برای همین با ما در ارتباط باشید. دمتون گرم. پس لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، زنگوله رو حتما بزنید که اولین نفری باشین که ویدیو ما براشون میره. دیگه چیز خاصی برای گفتن ندارم تا اینکه ویدیو جدیدمون به زودی آپلود میشه. نوروزتون هم مبارک باشه. راستی مبارک باشه. دقیقاً. و حتی این ویدیو رو ممکنه وقتی دارید میبینید دیگه نوروز نباشه، ولی امیدوارم که سلامت باشه هر جا باشید. و دیگه حرف دیگه هست؟ حرف دیگه نیست. بریم که دیگه ویدیو اولمون رو ببینین. موقعی که ما داریم ویدیو رو میذاریم ما قطعا ویدیو اولمون هم یکی دو روز بعدش میذاریم، چون خیلی این ویدیو حساب نمیشه. پس حتما دیگه اگر اینجا کاری نکردیم اونجا رو میخوام بهتر کنین دیگه. اون ویدیو رو میخوام پر لایک بکنین که ما سریع برگردیم با هم بهتر کنیم، ما با هم کلی فان داشته باشیم که قطعا داریم. و کلا تو این چنل هر چیزی که میبینید دیگه عقاید و نظرات شخصی ماست. داریم از دید خودمون یه سری چیزا رو دربارشون صحبت میکنیم. امیدوارم که به کسی بر نخوره و اگه خواستید فوش بدید مؤدبانه فوش بدید بهمون. آرش فوش بدید. من اوکی ام با این قضیه. میگن که there is no bad publicity. فکر می‌کنم دیگه حرف دیگه نیست، همه رو کاور کردیم. درسته؟ دقیقاً. توی ویدیوی بعدی می‌بینیمتون.